یک مقام در حکومت تاجیکستان روز 10 فوریه با شرط ذکر نشدن نامش بر رده آزادی گفت تا آخر ماه فوریه امسال سفارت تاجیکستان در کویت دفتر دیپلماتی خود را در شهر دمشق پایتخت سوریه افتتاح می‌کند. با گفته منبع وظیفه اساسی دفتر دیپلماتی تاجیکستان این بازگردانی زنان و کودکان تاجیک از پناهگاه‌ها در سوریه میباشد. همصحبت ما در حکومت تاجیکستان گفت برای باز کردن دفتر دیپلماتی تاجیکستان در شهر دمشق علاقه با مقامات سوریه موافقه حاصل شده، تنها بعضی مسائل امنیتی مانده است که تا آخر این ماه حل خواهند شد. با گفته همصحبت ما در حکومت تاجیکستان یک مشکل اصلی در سمت بازگردانی زنان و کودکان تاجیک از منطقه‌های جنگ زده سوریه این دریافت نکردن اجازه برای سفر دیپلمات‌های تاجیک به منطقه‌های میباشد که پناهگاه‌ها در آن جایگیر شدند. این پناهگاه‌ها فعلا در اداره نیروهای کرد میباشند و برای سفر دیپلمات‌های تاجیک به اینجا باید نیروهای کرد اجازه بدهند و امنیت دیپلمات‌ها را به عهده بگیرند. مقامات تاجیک در حال از تصمیمشان برای باز کردن دفتر دیپلماتی در شهر دمشق خبر می‌دهند که ده‌ها زن و کودک تاجیک در سوریه از وضع طاقت فرسایشان در پناهگاه‌ها شکایت می‌کنند. شماره دقیق زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه‌های سوریه رسما اعلام نشده است، اما طبق اطلاع دریافتی بیش از 500 زن و کودک تاجیک فعلا در پناهگاه‌های سوریه در اداره نیروهای کرد نگهداری می‌شوند. این زنان در صورت بر رده آزادی از وضع طاقت فرسای خود شکایت کرده گفتند با فرا رسیدن فصل زمستان وضع آنها خیلی طاقت فرسا شده است و کودکانشان از نبود غذا و نبود درمان اذیت میکشند. این زنان اکثر این زنان بعد از سال 2014 همراه شوهرانشان به جنگ‌های خاورمیانه رفته به صف گروه تندرو دولت اسلامی پیوستند و بعد از شکست خوردن این گروه تندرو به دست نیروهای کرد افتادند. تاکنون تقریبا 100 کودک تاجیک از منطقه‌های جنگ زده خاورمیانه از جمله از عراق به وطن بازگردانده شدند. برخی آنها را به نزدیکانشان دادند، اما قسم بیشتر تا حال در مکتب اینترنت ها نگهداری میشوند. تاکنون ده‌ها زن تاجیک در عراق به مدت‌های طولانی و یا حبس ابد به زندان محکوم شده‌اند. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.